سلام به همه شما بینندگان گرام. بنده موشکاف امروز مشغول رصد کردن عبای آخوندا بودم که دیدم بابا علاوه بر پارگی انگار این دمدمای نمایش انتخابات کک تو عباشون افتاده و از بیمحلی مردم به نمایش مسخرهشون اساسی به هول و بلا افتادن و هی جار میزنن که آی شرکت کنید، آی رأی بدید، ما اصلا صندوقو با هلیکوپتر میاریم در خونتون، شما رأیتون رو بدین. حدود 52 هزار تا شعبه داریم، حدود 120 هزار صندوق را شامل میشه. فقط تو حوزه اجرایی ما بیش از 1,000,000 نفر کارگزار داریم. ما وسایل نقلیه لازم، حتی هلیکوپتر آماده داریم که مناطق دوردست با هلیکوپتر بتونیم جابجایی را انجام بدیم. همه اقدامات صورت گرفته. حرف اکبرشاه به خامنه اینه که سردی تنور انتخابات به خاطر قلقمی بود که تو راه انداختی. خامنم برای این که کم نیاره میگه نخیر آقا جون، تقصیر شماست، به خاطر به چاپ های کوسه و شیخپریه که بازار انتخابات اینطور بی رونق شده. مشکل اینجاست که روح متشنجی برای جامعه ایجاد شده و مردم به خیلی چیزها بدبین شدند. الان یک سلسله از حرکات و کارهایی رخ داده که مردم نسبت به پذیرش اقوال برخی از آقایان بدبین شدند. البته ممکنه بپرسیم خب اینا که طبق معمول رأیا رو 4 و 5 اعلام میکنن، خب پس نگرانیشون واسه چیه؟ عرض کنم خدمتتون که هوا به قدری پسه که اینا میترسن حتی نتونن 2-3 تا حوزه رو هم مثل همیشه تزیین کنن برای نمایش. حسن خمینی: قهر با صندوق رأی راه حل مشکلات نیست. اشتباه ما خدای نکرده میتواند امنیت کشور را به خطر اندازد و طمع دشمنان را برانگیزد. لذا در قضیه حضور در انتخابات نسبت به نسل آینده نیز وظیفه داریم. بفرمایید، اینم از بازارگرمی حسن خمینی. حالا طنز قضیه اینجاست که باند خامنه که خوب میدونه رأی و این حرفا خبری نیست، از یه طرف بسیجی‌ها و پاسدارا رو میخواد جمع کنه بفرسته پای چند تا صندوق، از اون طرف شایعه انداخته که شنبه احتمالاً تعطیله. حالا چرا؟ چون اینم مربوطه به جنگ و دعواهای باندی برای اینکه کسادی رو گردن همدیگه بندازن. جمهوری: محافل افراطی که از مشارکت حداکثری مردم در انتخابات هراس دارند از دیروز شایع کردند که روز شنبه 8 اسفند مدارس تهران تعطیل است تا مردم با استفاده از تعطیلی به سفر بروند و در انتخابات شرکت نکنند. حالا امشب به جای اینکه بنده موشکاف نتیجه گیری کنم، نتیجه گیری رو میسپرم به خود آخوندا و اعترافشون به نفرت ملت از سرتاپای رژیم. ابتکار: تبلیغ گفتمان حذف خواه ناخواه خوشه های خشم را می پرورد و در گوش مردمان نفیر نفرت می نوازد. نفیر نفرت از این رژیم سال هاست که نباخته شده. مردم ایران خیلی وقت جوابشونو به اون عقرب جراره و این مار غاشیه تو درون رژیم دادن. رأی ما سرنگونیه، سرنگونی. خدا نگهدار همتون و شب و روزتون خوش.